فعلا میخوایم ایجاد اکانت مایکروسافت کنیم که اکانت قبلی هم نداریم. پس ما و شما چی میگیم؟ نو اکانت، یعنی اکانت نداریم. کریت وان میخوایم اضافه کنیم یک اکانت. در قسمت کریت وان آمده، در این قسمت ببینید کریت یور مایکروسافت اکانت. این در قسمت هاتمیل آوتلوک هیچ فرق نمیکنه. مثلا شما میتونید آوتلوک رو استفاده کنید، میتونید هاتمیل رو استفاده کنید. مثلا آوتلوک سیستم جدید است که نو اضافه شده، پیش از او هاتمیل بود. ببینید در قسمت یک ایمیل انتخاب میکنید. مثلا شما نام میمانید، شماره میمانید، مثلا نکست میگید. ببینید در این قسمت کریت یور پسورد، یعنی شما به خاطر ایجاد اکانت یا ساختن اکانت مایکروسافت باید پسورد تعیین کنید. یک پسورد تعیین میکنید. پسورد هر قدر قوی باشه هر قدر خوبتر و بهتر است. شما میتونید هر پسورد که انتخاب کنید انتخاب کرده میتونید. نکست میگیم. ببینید دوستا در این قسمت add some details به معنی از اینکه ما شما از اینجا هم تاریخ دیتابیت و هم کشور خود را که در کجا محل اقامت ما است انتخاب کرده میتونید. مثلا انتخاب میکنید تاریخ تولد ما را انتخاب میکنید از اینجا. ببینید نکست میگیم. در این قسمت نام تخلص به خاطر ایجاد اکانت مایکروسافت از ما شما سیستم میخواد. مثلا با این نام میگم ایجاد اکانت مایکروسافت میگم. این در قسمت نکست وقتی که ما نکست میکنیم در این قسمت let's prove your human و معنی چی؟ ببینید و این سیستم به خاطر عزیز که شما را تایید میکنه. شما ربات نیستید، شما یک شخص هستید که میخواید به خاطر خودتان ایجاد اکانت مایکروسافت کنید. پریس اند هولد این محکم میگیریم. از ما تو میخواهیم به خاطر از اینکه ما این محکم بگیریم همون خانه پرشا. بعد از پر شدن از او ببینیم ایجاد اکانت ما با طور شفاف ایجاد شد. بسیار ساده و آسان توانستیم که ایجاد اکانت مایکروسافت کنیم. صفحه اصلی مایکروسافت با ما شما اینجا ظاهر میشه. ببینید در این قسمت ما شما ایمیل هم کرده میتونیم، ایمیل روان کرده میتونیم. میل باکس وقتی که ایمیل برای ما آماده باشه دیده میتونیم.